6 سال و نیمه، اما خودش معتقده که 7 سالشه. شما هم بگید 7 سالشه، اینو بپذیرید. قرار هست که از فیروزآباد اومده اینجا و قرار هست که هدیه خودش رو، مهر خودش رو و قدر فراوان خودش رو در قالب غزل جناب حافظ کارو پیش شده به شما تقدیم کنه. فکر میکنم اینقدر ارزشمند هست این کار که شما با تشویق خودتون انرژی آبینا خانوم 7 ساله ما رو بیشتر کنید. من که قابل نیستم، اما شما رو من اجازه نمیدم اینجا قرار میکروفون میاد در واقع سیرش اندازه هست. به نام خداوند همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهید از او غایب نشو حافظ. متی ما تلقی تقوی دع دنیا احملها. متی ما تلقی تقوی دع دنیا احملها. آبینا جون فکر میکنم بر لبخند شما نشسته، من الان اینجا به هر جا نگاه میکنم به چهره نازنین و زیبای شما هست. این همون ماجرای نسل در نسلی هست که من بهش اشاره کردم. فکر میکنم این ماجرای نسل در نسلی هست که من بهش اشاره کردم. فکر میکنم که این بار اگر من از شما بخوام به افتخار پدرها و مادرهایی که فرزندانشون رو در مسیر فرهنگ، ادب و هنر هدایت میکنن دست بزنید به گزافه نخواستم.